شأن نزول سوره کوثر در منابع اسلامی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پسرانی داشتند، قاسم، عبدالله و ابراهیم، که در کودکی از دنیا رفتند. بعد از وفات فرزندش عبدالله، دشمنان پیامبر از جمله عاص بن وائل از بزرگان قریش با طعنه و تمسخر گفتند محمد ابتر شد، یعنی نسلی از او باقی نمیماند و پس از مرگش نامش از بین خواهد رفت. در این شرایط خداوند برای دلگرمی و تسلی خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پاسخ به دشمنان سوره کوثر را نازل فرمود. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر، خیر و نعمت فراوان عطا کردیم. فصلی لربک وانحر، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. ان شانئک هو الابتر، به یقین دشمن تو اوست که ابتر و بی عقب خواهد بود. نکات مهم کوثر به معنی خیر فراوان است که شامل نهر کوثر در بهشت علم و نبوت، کثرت نسل پیامبر از طریق حضرت فاطمه زهرا ست و همه نعمتهای معنوی و مادی می شود. در واقع خداوند به پیامبر رسول مژده داد که نسل و نام او باقی خواهد مانند، در حالی که دشمنانش نابود و فراموش می شوند. کوثر به معنی خیر فراوان است که شامل نهر کوثر در بهشت، علم و نبوت و کثرت نسل پیامبر و همه نعمتهای معنوی و مادی می شود. خداوند به پیامبر رسول مژده داد که نسل و نام او باقی خواهد ماند، در حالی که دشمنانش نابود و فراموش می شود.